عباسی غرمی مردی کم عقل و نسلیمه که با دعا کردن و دشنم‌های فحش مشهور است. برایش پول میدهند تا برای کسی دعا کند. برایش میگویند که برای فلانی دعا کن. دست برداشته هم دعا و هم دشنم‌های فحش میکند. همه میخندند و از آن لذت میبرند. بخبر از آن که به هنگام دعا دشنم‌های فحش کردن مسخره کردن به دین و مقدسات دینی است که با اتفاق تمام علما و مجتهدین امت انسان از دایره اسلام خارج می شود. زیرا دعا عبادت است و مسخره کردن عبادت کفر صریح است. نوار آن را تماشا کردن و خندیدن هم کفر است. ببینید که در نزد جمعی از مسلمانان مقدسات دینی مسخره می شود، ولی همه می خندند و از آن لذت می برند، بلکه خودشان پول می دهند که دعا مسخره شود و در آن دشنم‌های فحش گفته شود. خداوند در آیه های 65 و 66 سوره توبه در شأن کسانی که با مقدسات دینی مسخره کردند می فرماید ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب، یعنی اگر از آنها بپرسی که چرا مسخره کردید، در جواب میگویند که ما تنها بازی و شوخی کردیم. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره میکردید؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بگو عذرخواهی نکنید که یقینا شما از ایمانتان کافر شدید. صدق الله العظیم. علما و بزرگان دین می فرمایند که هر کسی به کمترین مقدسات دینی مسخره کند طبق این آیات از دایره اسلام خارج می شود.